7 قبط آسمان، همین آسمان دنیایی که ما با چشممون میبینیم، این آسمان از همه خردترین آسمان است. این آسمان فقط همین در جایی که ما قرار داریم اگر با آسمان نظر کنیم چه خیلی بزرگ است. بنابراین به یگان چیز الله تعالی مثلی آسمان قسم یاد نکرده در قرآن. از همه بزرگترین قسم های الله تعالی به آسمان است. و السماء و ما بناها، قسم به آسمان و به آن ذاتی که آسمان را آفریده است. این آسمان فقط شما تمام آسمان دیده نمیتونید، چه خیلی که تمام زمین دیده نمیتونید. آسمان بی نهایت مخلوق بزرگ است. یک آفتابی که در نظرتان معیده میتاود در داخل آسمان از او چندین مراتب از زمین بزرگ است، چندین میلیون کیلومتر دور است و آفتاب نهایت بزرگ است. لیکن ببینید در پیشگاه آسمان چه خیلی است. این حال آسمان دنیا، آسمان طبقه دوم بین آسمان یکم و آسمان دوم 500 سالینه راه است. غوثی آسمان دنیا خودش با 500 سالینه راه است. آسمان دوم تمام آسمان یک و تمام مخلوقات و موجوداتی که در عالم است همشه احاطه کرده است. همین گونه تا آسمان هفتم، همین 7 قبط آسمان با تمام مخلوقات و موجودات در نزد کرسی پروردگار، کرسی به معنای موضع القدمین میگن ابن عباس، یعنی در زیر تحت پادشاهی زینه میشد. در نزد همون کرسی آیت الکرسی هست در قرآن. بزرگترین آیت در قرآن آیت الکرسی. وسع کرسیه السماوات والارض، کرسی الله تعالی زمین ها و آسمان ها را فرا گرفته است. پیامبر صلی الله علیه و آله که 7 قبط آسمان با تمام موجودات در پیش کرسی مانند انگشترین در صحرا افتاد و کرسی و تمام مخلوقات آسمان ها و زمین ها بود، تمام موجودات در نزد عرش مانند یک انگشترین در صحرا است. همش عرش سقف مخلوقات است. عرش تمام مخلوقات احاطه کرده است. پیامبر صلی الله علیه و آله که زینت عرش بر وزن عرش، همین عرش اگر در تراحی یگان ترازو برداشته نمیتوند. ببینید که در آسمان فرشته ها زندگی میکنند. در 7مین قبط آسمان بیت المعمور است، عیناً در بالای کعبه هر روز 70,000 فرشته ها در آمده طواف میکردند در گرد خانه. تا روز قیامت دیگر همین نوبتی همین 70,000 کس نمی آمده. یعنی هر یک فرشته در حیاتش یک مرتبه طواف میکرد. فرشته ها چقدر پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن که برای ما الله تعالی اجازه داد که درباره یک فرشته گپ زنم، از نرمی گوشش تا همین کتفش 700 سالینه راه رفتن. در سنن ابو داود آمده است. یک فرشته الله تعالی برای من اجازه داد که دربارش به شما نقل کنم، از نرمی گوشش تا کتفش 700 سالینه راه گفتن. اطت السماء، آسمان غیچی راست زد و حق لها ان تعب، حق دارد که سزاوار است که غیچی راست کند. اگر او شیفتتان چوبین باشد و به بالایش آدم ها بروید غیچیر میکند کو. پیامبر صلی الله علیه و آله که آسمان غیچی راست زد و سزاوار است که غیچی راست زند، حق دارد، چون که یک وجب در آسمان جای خالگی نیست مگر هم در آنجا یک فرشته سجده کردگی است. شما ببینید یک فرشته اگر از نرمی گوشش تا کتفش 700 سالینه راه باشد، جبریل سیدی فرشته صاحبی 600 قنات است که مشرق و مغرب فرا میگیرد. 70,000 فرشته روز قیامت دوزخ 70,000 فرشته نه، در هر یک رشته 70,000 فرشته. دوزخ پیامبر صلی الله علیه و آله میگه روز قیامت جهنم در ملأ عام در نظر تمام انسان ها و جن ها جهنم آورده میشد برای نمایش. حالی حساب و کتاب نشده است، جهنم یوار آورده میشد. ولها 70,000 زمام، جهنم 70 نقطه دارد. گفتن و برزگاه بقی وزنین شوخ
از بینیشو، از پاشو، از شاخشو، از هر جاش میبندن کو. جهنم 70,000 نقطه دارد، هر یک نقطه رو 70,000 فرشته میقپد. یعنی تقریبا چند میشه؟ 4 میلیارد و 900 میلیون فرشته جهنم کشاله کرم بیاد. و جیء یومئذ بجهنم. الله تعالی میگه که امروز جهنم آورد. این جهنم هم در همین دنیا هست، در داخل همین آسمان ها هست. عرش، جنت در زیر عرش است. جنت همین خیلی بزرگ است که آخرین آدمی که در دوزخ شاید 1 میلیون سال میسوزد به سبب گناهاش تازه میشه. الله تعالی این آدم شفاعت کننده ها و نائل نشد، رحمتی الله تعالی و نائل نشد، به گناهایی که در دنیا کرد جزا گرفت، در دوزخ سوخت، لیکن از سبب اون که ایمان داشت از دوزخ برآورده شد. آخرین آدمی که از دوزخ برآورده میشد و وارد بهشت میشد، الله تعالی برایش 10 برابر ملک همین دنیای میتید. 10 برابر. شما دیدید زمین چقدر است و جنت چقدر است؟ 10 مراتبه. انا همین مال و ملک دنیا و زمین و زمان همشه به یک آدمی که در دوزخ اینقدر سال سوخته است و بعد همین آدم دیگر هیچ کس نمی براید. برای همین الله عزوجل همین قدر ملک میدهد. همین در داخل همین در زیر عرش است. عرش همین جنت و دوزخ و فرشته های و دیدید من اینه برای چی گفتم؟ شما تصور کنید دوزخ 4 میلیارد و 900 میلیون فرشته هایی که از اینجاش تا اینجاش 700 سالینه را کشاله کرده میبود، او دوزخ چقدر از اون فرشته ها چقدر هستن؟ همین در نزد عرش مانند یک انگشترین در صحرا هست. پیغمبر صلی الله علیه و سلم که و زینت عرش با الله تعالی سبحان الله و بحمده میگوییم بر عدد وزن عرش وله عرش عظیم. الله تعالی صاحب عرشی بزرگ است جل جلاله و تقدست اسماء. از همه بزرگترین مخلوق الله تعالی از روی حجم به این معنی که یعنی از روی مرتبه نه، از روی مرتبه محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر رسول صلی الله علیه و سلم این کس بزرگترین مخلوق است، یعنی که از روی حجم عرش است.